حزب همبستگی افغانستان و شماری از باشندگان کابل در برابر سفارت ایران دست به تظاهرات زدند. این تظاهر کنندگان میگویند تا زمانی که به معضل مهاجرین افغان و رهایی تانکرهای تیل به افغانستان رسیدگی نشود، به تظاهراتشان ادامه خواهند داد. هدف از تظاهرات امروز تقبیح اعمال شوم ایران در قبال افغان‌ها. کاری که رژیم ایران و در حق مردم افغانستان کرده او را محکوم میکنیم و تعداد مردم بیچاره و فقیر ما که به خاطر نان به کشور ایران رفتن و میبینیم که کشور ایران چه قسم در مقابل افغان‌ها اکثر عمل نشان دادن. زمون هدف خدا ده چې د زمون بیگناه افغانان دی پیران کې نو ملکیږي. از دولت ما خواهش مایی است که باید علیه جرم ایران باید نادیده نگیره و باید در مقابل از این عکس العمل نشان بدهد. این تظاهرات در حال صورت میگیرد که چند پیش اتحادیه ملی کارکنان افغانستان در برابر سفارت ایران در کابل و دفتر یوناما دست به تظاهرات زدند و خواهان رسیدگی جدی برای موضوع توقف تانکرهای تیل از سوی ایران شده بودند.